بر شهریار کامکار و فرخنده پی. فکر می‌کردم دیگر به خواب رفته باشی. من بر سر وعده و قرار خود هستم و امشب هم قصه ای خواهم گفت بس شورانگیز، اما میتوانم بپرسم سرورم از چه روی با تأخیر آمده اند؟ راستش نگرانتان شدم. قدری پرداختن به امور مملکت به طول انجامید. قرار است از سوی همسایگانمان میهمانانی به سوی ما بیایند که باید به این موضوع می پرداختم. اما چه سرورم؟ تو نگران من شده بودی؟ آری، میپنداشتم خدای ناکرده دچار بیماری یا گرفتاری شده باشید. حال که میبینم سلامت هستید بسیار آرامم و آسوده. گفتی امشب میخواهی قصه شورانگیز بگویی؟ آری، قصه شاه عمر نعمان و پسرانش شرکان و ذوالمکان و چه؟ و البته نوادگان او. پس میخواهی قصه یک خاندان را بگویی؟ آری، اگر شما اجازه بدهید. قصه طولانی را میخواهی آغاز کنی؟ خوب است، شروع کن که مشتاق شنیدنم. در سالهای دور پادشاهی بود به نام نعمان که بر سرزمینهای بغداد و دمشق و خراسان حکومت می‌راند. او مردی بود مقتدر و دلیر و جنگاور و البته نامی. اما پسری داشت به نام شرکان که آفت زمانه بود و بلای دوران. شاه نعمان وصیت کرده بود بعد از مرگش پادشاهی به شرکان سپرده شود. شرکان جوانی بود سختگیر و چون پدرش جنگاوری دلیر. شاه نعمان مگر پسر خود را نمی شناخت که وصیت کرده بود پس از او حکومت به شرکان برسد؟ شاه نعمان همین یک پسر را داشت و به غیر از او هیچ پسر و وارث دیگری نداشت. بنابراین به رسم آن دوران پس از او حکومت به شرکان می رسید. اما از آنجا که گردش دوران و روزگار بازی‌های بسیار دارد، خوشی تنها فرزند بودن را از شرکان گرفت. یعنی شاه نعمان 2 بار صاحب فرزند شد؟ آری، بعد از مادر شرکان شاه نعمان از میان کنیزانی که برای پیشکشی آورده بودند یکی از آنها را که صفیه نام داشت به همسری برگزید و خیلی زود صفیه باردار شد و خبرش در همه جا پیچید. زمانی که این خبر به گوش شرکان رسید، چون رسیدن به تاج و تخت را بر خود سخت دید، عهد کرد اگر فرزند صفیه پسر باشد حتما او را بکشد و این اندیشه را از همه پنهان داشت. رقابت بر سر رسیدن به تاج و تخت همیشه کشته‌های بسیاری در پی داشته. حتی پدران از کشتن فرزندان خود ابا نداشتند. آری، اما کار شرکان را اینجا رها می کنم و به سراغ صفیه می روم. او از اهالی روم بود و توسط پادشاه روم و فرمانروای قیصریه به همراه پیشکش‌های بسیار به سوی شاه نعمان فرستاده شده بود. صفیه هوش فراوان داشت و در زیبایی بی همتا بود. همین که باردار شد، شاه نعمان بیش از پیش او را عزیز داشت و غلامان و کنیزان بسیاری را در خدمت او گماشت تا اینکه روز وضع حمل صفیه رسید. حتما شرکان برای زن بیچاره نقشه شوم در سر پرورده بود. شرکان یکی از غلامان امین خود را گماشته بود تا هر لحظه صفیه فرزند خود را به دنیا آورد به او خبر ببرد که فرزند دختر است یا پسر. سکوت نکن، ادامه بده. صفیه فرزند خود را به دنیا آورد، دختری چون پنجه آفتاب زیبا. پس خیال همه آسوده گشت. همه غلامان و کنیزان به شادی و پایکوبی پرداختند و این خبر را به شاه نعمان بردند و البته غلام شرکان نیز به او خبر داد که نوزاد دختر است. اما صفیه کمی بعد از به دنیا